چه آماده ایم؟ بله 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 رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان الله خاله تو کش کش میکنی الله خاله تو کش کش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان 30 روز میمانی مانه رمضان 30 روز میمانی مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا سوال یا جواب یا سنگ پیمر یا یک تانکر یابی السلام علیکم عزیز خوبیم صحت شما خوبم جان شما جوره بخیریم سلامتیم جان شما جوره شتن بخیریم اول شما خوبه خوب کنه بودیم عزیز نه این وقتی خوب نیست زنده باشیم سلامت باشیم نماز و روزی شما قبول باشه سلامت باشیم تشکر از شما زنده باشیم دیگه ما وقت شما نمیگیریم وقت چای هم نیه چای تیاره قربان شما تشکر نه من دوست دارم که 2 دقیقه اینجا اگه تشریف بیاریم خب اجی صاحب قصه کنیم از رسم و رواج ماه مبارک رمضان خصوصا رمضانی وقتی که شما به سندای 10 و 12 بدیم به مثل امشب همین تا خاطرات داریم میرفتیم به قریه میرفتیم ما اون وقتی بود ما بادغیس بودیم بسیار بادغیس که بودیم میرفتیم روغن زرد بهمون میداد قروت میداد نون میداد بعد از اون محله از این محله دیگه می آمدیم باز با تیر اونا رو میخوردیم خب چرا خونه نمی آوردیم خونه نمی آوردیم تو بچه‌ها جمع میشدیم همونجا از اون محله که جمع میشدیم باز تیر می آوردیم اونا می راست میگیم حاجی صاحب گپ بزنید که به تاثیر شما او چیزی هم بریختم او ما مردم او رسم نداره همون واسه همون که بریم یعنی همون روغن میده یا نون میده یا قروت همین دو چیزا وقتایی که ما بودیم او زمان قدیم رسم و رواج پولت صحبتو نبود نه بسیار غلیف میدادم روغن قروت بسیار خوب حالا چی فایده که روغنا زرد نیه کاش که میشه میبود که شما هم یک 20 لیتری روغن زرد می آوردیم برای ما تخت کمی کلمه سید احمد رو فکر کنم چرب بکنه پول میدی که روغن دیگه وای خرابه که اگه با پول ببینه حاجی صاحب را خورگم میکنه بسیار خوب بسیار خوب بره حاجی صاحب شما مسئولیت منطقه را به دوش داریم رئیس شوراییم چرا ارباب صاحبا وکیل صاحبا رئیسای شورا چرا می توصیه نمیکنم به مستفیدا ما و شما کمی عنعنات قدیم خصوصا همین میمونی ها همین عروسی ها شیرینی خوری ها همون شروع اگر باشه مصرفی هم کمتره لذت هم بیشتره حالا با عنعنات ردیم که بود رو محبت زیاد بود به خدا میتونم راست میگی راست میگی عالم سید احمد این دوستمونو باور کنیم اگیر ماستو باشیم که به سالا ببینم اول با بادغیس که بودیم 10 تا جمع میشدیم میرفتیم با یک خونه خلاص تا 2 بجه اختلاط میکنیم راست میگی حالا این براریم با ما ای با خونه ما نمیه ما نمیه راست میگی هر کس به خود خوی خانواده داره دردی سر داره و کاروبار داره بسیار خوب اجی صاحب گپ هم میزنیم هر روز که تکنولوژی آمد اعصابم خراب شد میرو محبتم گوشی ها پیدا شد مصروف گوشی شدن مردم اطلاعات و باندار و اینا نکرد بسیار خوب راست میگیم خب بینندای نازنین باز شما یک وقتی نگیم که چرا نرفتیم به داخل خانه دیدیم که حاجی صاحب خود اینا بگفتم به خاطر که وقت نیه نصف شب و بالاخره ما مزاحم از اینا نمیشیم چون ماه مبارک رمضان دیگه از صبح اینام شاید کاروبار داشته باشم مسئولیت دارم مثلا اگه به خونه بریم شاید به نیم ساعت 1 ساعت ما بیرون نشیم خب تشکری میکنیم از حاجی صاحب که زحمت کشیدن که تا به می قسمت می کوچه و در سرا تشریف آوردم بسیار تشکری میکنیم لطف شما خداوند شما رو عزت بده تا یالا نکردیم امیر با جا میکنیم زنده باشیم ما به خدمت تمام همین ملتیم
افطاری بودیم. سید احمد دیگه. خوشحال شدیم حاجی صاحب با دیدن شما. تشکر از لطف شما. بخیر باشین. سلامت باشین. خداحافظ برادر من. بخیر باشین. الله جلال جان. تشکر از شما. بسیار خوشحال شدیم. حاجی صاحب تشکر از شما. بیننده‌های عزیز، ما امشب همینطور چوب بی صدا میریم به دم خانه ولی احمد محمدی، وکیل احمد محمدی. انشاءالله شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. دوستان نازنین، عنعنات قدیم ما رو فراموش نکنیم، همراه ما تا اخیر برنامه باشیم. بله 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 بله. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمانی مانه، رمضان 30 روز میمانی مانه. رمضان قوت ایمانی مانه، رمضان قوت ایمانی مانه. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفته تا مونده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم، زیر صحبات شما پوده شدیم. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم گم میکنی، الله خاله تو گم گم میکنی. طبقای چینیر گندم میکنی، طبقای چینیر گندم میکنی. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا سوال یا جواب یا سنگ پایمان یا یک تن کروی. سلام علیکم. سلام علیکم. باشین. بفرمایید که خود شما چای بخورید. شما بفرمایید. بفرمایید. یا الله. خب بازم بیننده‌های عزیز، به خدمت شما سلام داریم. خدا کنه که تا این لحظه از برنامه لذت کافی رو برده باشیم. در کنار محمدی صاحب هستیم و بالاخره اینا بیشتر خود معرفی میکنم. ما که تخلص اینا رو گفتم، بازم اسم خود برای شما میگم. لالا مونده نباشین. ساعت شما خوبه؟ زنده باشیم. نام شریف خود اگر بگیم. جلیل احمد محمدی. بسیار خوب بسیار خوب. گپ بزنین که چند روز از ماه مبارک رمضان گذشته، تا حال بغیر از ما کسی دیگه هم آمده به رمضانی؟ نه دیگه نفر اول شما نیم دیگه، امروز 13 بود دیگه. خب ماشاءالله. به چی رقم روزه سپری کرده؟ حالا خوب سپری شد دیگه. یعنی تاثیر برای شما نکرده؟ نه هیچی، خوب هوای یا هوای. نه شو نه روز اعصاب شما خراب نشد؟ نه. بسیار خوب. شما وقتی که به خونه 13 و 14 بودیم به رمضانی میرفتیم؟ بله. خب مثلا بیشتر به کجا میرفتیم؟ جا فامیلا یا بیگانه؟ نه اونجا همسایه بود دیگه، خودم بچه خودم لکم شده میرفتیم. خب اگر بگیم که از کدو غریه ایم، از کدو رسولیم که بیننده بیشتر با شما آشنا شن؟ ما اصلی خو از کشککیم ولس ولی اینجی. خب کشکک. حالا که به شهر زندگی میکنیم. ما خیلی عمر خواهم اینجا شهرم دیگه. بس اصلی خو از اونجا. اصلی خو از اونجا. خب چند نفر بودیم؟ چند پول میدادم به شما؟ نون میدادم، میوه خشک میدادم، اشته بودم دیگه. دم سرا که میرفتیم بعضا پول میدادم، بعضا میوه خشک میآوردم، هر چی که داشتم، بعضا نون میآوردم. خب مثلا چند میدادم پول؟ همه وقتا 10 روپیه، 20 روپیه، 30 روپیه، هر چی که میدادم خب میآوردم. یعنی به جلو ما میگیم یا نه از تعدیل حقیقت میگیم؟ از تعدیل دیگه. با چا خورد بودیم دیگه، ما کلون نبودیم که خیلی پول بدم.
شما ما رو مثل بچه خورد در سر واکنه. نه دیگه شما خب برای برادر اگه مسئله در نه، نه، پیه نه دیگه اگه مسئله 5000 اینجا باشه که ما میریم مال قانون خلقت میکنیم میریم درسته؟ خب میرفتیم دم خونه چی میگفتیم؟ دم خونه میخوندیم رمضان یا رب یا رب. نه اویتا نمیشه مثل که ما به بیرون خوندیم که شما بخونیم. ما خب توال فلان کنه میشه بلند. خب من میخونم شما همکاری کنی. خب رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان بگیم دیگه الا خاله تو کش میکنی الا خاله تو کش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا سوال یا جواب یا 20,000 پول یا مرسلت کنیم درسته؟ این رقم بوده که باز اونا ما که ایتا میگفتیم او میرختم از بالا. خوب شد پس میشه نرختم تسر ما حقیقت بسیار خوب بینندگان نازنین جا شما بسیار خالی ما تنها به رمضانی نآمدیم و میوه خوردن بیامدیم انا اگر شما نوش جان میکنیم به خیر خوشی بریم بازار به خوبه قریم دکونا وای ماله با خصوصا شما که به کشورهای خارج زندگی میکنیم اونجا که تا به صبح وای دکونا اینجا از ساعت 7 به شام دکونا بسته میشه که ببر کنیم بسکوت مادر پیدا نمیشه. خب دوستار معرفی کنیم چه کارا شما نه دیگه کوکو من اینا با آقای محمدی اصلی دیگه کوکوی محمد وکیل احمد محمدی خب بشیر احمد محمدی ولی احمد محمدی خب اینا کاکا شما نه بله شما چه کاری ناییم برارزاده اینا همیته میشه درسته خب شما یا خاطری شیرینی یا خاطری تلخی داریم تلخ به معنای ازی که رفته باشیم به دم خونه رمزونی خود 5-6 نفر پول بدادم جمع کردیم 10 لپی شما بالا کردم حتما این کار شده شیرین بله. خاطری شیرین شما حقیقت راستی بگیم اجی آقا حیات دارم نه فکر کردم خداوند بیامرزه یا والده یا اجی آقا به دست شما پول دادن که بریم رمزونی ها دم خونه همین پولا رو بدیم برای اینا شما بیامدیم گفتیم مادر یا پدر به زینا به رمزونی ها گفتیم پیار معصاب اینا خراب بجیم بچه که اگه شما رو گیر کنم سلت میکنم این شده که رفتیم اونا سرا پیشتر بردن ما خواب خورد زدیم گفتیم بدادیم بیانه پولا رو قایم کردیم چی بخریدیم بالا گله دادیم حتما دیگه خود بدیم وقت کاغذ بود که نبود نه وقت کاغذباد نیست وقت بولا وجود وقت گله بیزی بود بله بسیار خوب سالت او هم نصیب شما بشود سالت او نصیب ما نشد آرد برختم بالی ما آرد ریختن بله خیلی جاده شده کردم ها سفید شد دامه که شما برید با گله به دولبای سیاونا بسیار خوب بعض چیزای عنعنات قدیم دنبال از اون یله کردم خواهش شما پیام شما چیه؟ چیزی که عنعنات قدیم و عنعنات قدیم زنده شه همیشه این پیگیری کنم و روان باشم بمو و یک چیزی بوده که ما و شما بمو اعتماد داریم و بمو بوده حالا فعلا بعضا یله کرده دیگه برنامه تغییر کرده حالا دیگه چیزی آمده ولی همین گوشی ها و اینا مصروف از اینا هر روزی که تکنولوژی آمدن به کل مردم واقعا مثال میزنه مثل عنعنات قدیم به مثل عروسی های که شوروا میشد درسته میمونی های که شوروا میشد هر مراسمی که حتی خیلی آدم ها بزرگی بودن به اون مراسم دعوت بودن مثلا همون شوروا بوده دیگه حال متاسفانه که باجیم مثلا میمونی میکنه 60 روپیه به کسی خود پول نداره 8,000 روپیه مثلا به 2 نفر مصرف میکنه. خب بینندگان نازنین ما رمضانی خور یواش یواش اگه بگیم بستونیم که کار خوبی نیه به خاطر که رسم رواج عنعنات قدیم به طوری که پیشتر گفتم دیگه با لطف و مرحمت خود دوستایی که رمضانی اگه میدم بدم اگه نمیدم بالاخره ما از اینجا رخصت کنن که ما به خیر خوشی بریم جادگی ان شاء الله. خیر بینیم تشکر خداوند شما خیر بده. بینندگان نازنین ما
به 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 به. بیا بوسی هم کاکا ما بده به من. بیا بیا. آخ بگردم برار زاده. یک نفر همیز وکیل احمد جان ما هر 4 ماه برای شما لطف کارم کنیم. بدیم دیگه همه اینایی که یار بسیار تشکر از شما. بینندای نازنین به مبلغ 4000 افغانی دوستا ما هدیه دادم و خدا باور کنه ما به خاطر از این پولا نمادیم، خاص به خاطر رسم و رواج و عنعنات قدیم که شما لذت ببرین. شخصایی هستین که 25 سال 20 سال میشه به کشورهای خارج زندگی میکنیم، وطن ندیدیم. حتما از این جمعیتی که به کنار ما شیشتیم یکی هم صنفی شما، هم مچیتی شما، دیوار شما هسته. خب بیشتر وقت شما نمیگیریم، از همینجا با شما خداحافظی میکنیم. ان شاء الله بخیر باشیم، با عزت باشیم. تشکر از همه شما، تیار خوشحال باشیم.